9 خودروی ممنوعه که از آینده آمده بودن. همیشه تو تاریخ ماشین‌هایی بودن که آنقدر عجیب و خطرناک و جلوتر از زمان خودشون بودن که هیچ وقت اجازه ندادن وارد خیابون بشن. ماشین‌هایی که انگار از دل یک فیلم علمی تخیلی بیرون آمده بودن و وقتی دولت‌ها دیدن اینا زیادی خاص هستن، براشون یک بلیت یک طرفه به موزه بریدن. ماشین شماره 1 فورد نیکلون، ماشینی که قرار بود با انرژی هسته‌ای حرکت کنه. بنزین و گازوئیل براش خنده‌دار بود. یک راکتور اتمی کوچک پشت ماشین جا می‌گرفت و هزاران کیلومتر بدون وقفه میرفت. یک راکتور هسته‌ای کوچک که در بخش عقب خودرو قرار داشت، نیرو رو تامین می‌کرد و با گرم کردن آب بخار تولید می‌کرد و این بخار یک موتور توربینی رو به حرکت در می‌آورد تا چرخ‌ها بچرخند. بعد از 8000 کیلومتر راننده میتونست هسته قدیمی رو با یک هسته جدید تعویض کنه، اما اگر یک نفر پشتش تصادف میکرد شاید نصف شهر میرفت هوا. همین یک نمونه کافی بود هیچ وقت تبدیل به واقعیت نشه، چون مردم حق داشتن. کی دلش میخواست ماشینش به یک بمب اتمی متحرک تبدیل بشه؟ ماشین شماره 2 لوتوس 56 سال 1968 یک صدای سوت نازک مثل جت از دور میومد. ماشینی با موتور توربینی، بدون اینکه به گیربکس سنتی نیاز داشته باشه. این خودرو فاقد دنده بود که به اون شتاب فوق‌العاده‌ای میداد. صدای خاص و متفاوت اون یکی از ویژگی‌های بارز این خودرو بود. همیشه در مسابقات در صدر خودروها قرار داشت. با این حال سرعت و پتانسیل بالای این خودرو باعث شد فدراسیون جهانی استفاده از موتورهای توربین گازی رو ممنوع کنه تا از برتری مطلق این تکنولوژی جلوگیری بشه و مسابقات همچنان رقابتی باقی بمونه. این تصمیم به طور مؤثر به دوران خودروهای مسابقه توربینی پایان داد و لوتوس 56 رو به یک اسطوره تبدیل کرد. ماشین شماره 3 فانتوم کورسر در سال 1938 طراحی شد. ماشینی ساختن که انگار از دل سال 2040 برگشته بود. هیچ گونه گلگیر یا چراغ‌های توکار نداشت. شیشه‌هایش خمیده بودند. 6 متر طول داشت که حالت عجیبش اون رو به یک خودروی آینده تبدیل می‌کرد. برای 6 سرنشین طراحی شده بود. 4 نفر جلو، 2 نفر عقب. وزن ماشین 2 تن بود. 185 کیلومتر بر ساعت سرعت داشت. داشبورد آن مجهز به ابزارهای پیشرفته‌ای مانند قطب نما و ارتفاع سنج بود که در خودروهای آن دوره بسیار نادر بود. اما سازنده اون متاسفانه در سال 1939 در یک حادثه رانندگی درگذشت و پروژه متوقف شد. ماشین شماره 4 کرایسلر توربین توسط شرکت کرایسلر در دهه 1960 میلادی ساخته شد. یکی از جاه طلبانه ترین پروژه های تاریخ خودروسازی محسوب می شد. به جای موتورهای احتراق داخلی معمولی از یک موتور توربین گازی استفاده می کرد که شبیه به موتورهای جت عمل می کرد. موتوری که می تونست با نفت سفید، بنزین یا حتی روغن بادوم زمینی روشن بشه. صدای موتور شبیه هواپیما بود. نگهداریش سخت و پرهزینه بود، مخصوصا وقتی که میخواست داخل شهر نگهداری بشه. در سال 1966 پروژه به دلیل هزینه تولید بالا، مصرف سوخت بالا و مشکلات آلایندگی متوقف شد. اما تنها 9 دستگاهش باقی مونده که در موزه نگهداری میشه. ماشین شماره 5 شپرال یکی از عجیب ترین خودروهای مسابقه‌ای تاریخ بود که به خاطر سیستم منحصر به فرد مکش هوا شهرت داشت. ماشینی که با 2 فن غول‌پیکر که در پشت خودرو نصب میشد، مکش هوا را از زیر ماشین به صورت پرقدرت جذب میکرد و این مکش باعث میشد خودرو به زمین چسبندگی زیادی داشته باشه. دقیقاً مثل یک جارو برقی عمل میکرد. مزیت بعدی پوشش لاستیکی بود که زیر بدنه وجود داشت که کاملاً با سطح پیست تماس داشت و این سیستم باعث میشد در پیچ‌ها با سرعت بسیار بالا حرکت کنه و تقریباً به رقیبان اجازه رقابت نده. تمام این مزیت‌ها باعث شد شپرال در مسابقات رتبه 1 رو کسب کنه. این خودرو به دلیل قدرت بیش از حد و ایجاد مزیت ناعادلانه توسط رقبا
به شدت مورد اعتراض قرار گرفت و متاسفانه تولید آن متوقف شد. اگر تا اینجا از ویدیو خوشتون اومد ممنون میشم این ویدیو رو لایک کنید چون باعث انرژی ما میشه. دوستان عزیزم، این ویدیو رو در 2 قسمت برای شما تهیه کردیم. ادامه این ویدیو رو میتونید در قسمت بعد ببینید. پس حتما ما رو سابسکرایب کنید تا ویدیو بعدی ما رو از دست ندید.